قیمه‌نثار قزوینی غذایی که از دوره قاجار سر سفره مهمونی‌ها و عروسی‌های قزوینی‌ها بوده. یه ترکیب ساده و خوشمزه که کل ایران دوستش دارن. بریم با هم درستش کنیم. اول پوست پرتقال رو خلال می‌کنیم و 2-3 باری اجازه میدیم بجوشه تا تلخیش بره. خلال بادوم و پسته هم با گلاب بذار یه ساعتی خیس بخوره. پیازها رو هم خلالی خوردش کن. یه کوچولو که پیاز سبک شد زردچوبه بهش بزن. گوشت‌های خورشتی که ریز خورد شدن. رب گوجه هم باهاش تف بده تا رنگش باز بشه. ادویه ها، چوب دارچین، فلفل هل رسمی، نمک. یه قاشق هم گلاب برای عطرش. بریم سراغ خلالش. اینم زعفرون خوش عطر که امضای کاره. بدون کته زعفرونی هم که امکان نداره. اگه این طعم اصیل ایرانی رو دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستین تا امتحانش کنن. نوش جان.